بار دیگر سلام میرسانم به شما بیننده عزیز از دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ. شالوی گلخوجی هستم. در روبروی شما حالا ساعت با وقت جمهوری چخ 10:02 است و در دوشنبه 1:02. خب ما 2 دقیقه دیرتر شروع کردیم. خب به هر صورت من امیدوارم که در این 2 دقیقه شما منتظر پخش مستقیم ما بودید تا اینکه با سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا شوید و بعد از 3 ساعت دیگر من بازم شما رو منتظر میشوم. طبعا شما میدونید در پخش مستقیم و در تقدیم برنامه خبری رادیو آزادی که 15 دقیقه دوام میکند و سرشار از مطالب دیدنی و جالب است که فکر میکنم دیدنی گزارش‌ها و شنیدن خبرهای ما به منفعت شما هم خواهد بود. خب بینندگان عزیز، طالب ایومبکوف یکی از فرماندهان غیر رسمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان میگوید که دودرزاده او حالا در آزادی است. روز 15 اکتبر در پستگاه بیدور نویه شغنان کارمندان میلیسیا 5 نفر را برای مقابلت و اطاعت نکردن به امر کارمندان میلیسیا بازداشت نمودند. میان بازداشت شدگان عبدالرحمن ایومبکوف 21 ساله دودرزاده طالب ایومبکوف هم بود. همراه او راننده نوایی بودروی 31 ساله، امید دولتجانوف 30 ساله، مقصد مزوروف 22 ساله و فخردین دولتوف 26 ساله دستگیر شدند. تلویزیون بدخشان خبر داد که بر اساس تشخیص همه بازداشت شدگان در حالت سرخوشی یعنی مستی از مشروبات قرار داشته از داخل افت-ماشین نیز مقداری زیادی مشروبات دریافت کردند. ولی طالب ایومبکوف امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که عبدالرحمن ایومبکوف 21 ساله در حقیقت بازداشت شد، اما بعد پرسش کارمندان امور داخله معلوم می شود که او سرخوش نبوده است و او را آزاد نمودند. طالب ایومبکوف گفت دودرزاده‌اش در آن ماشین همچون مسافر نشسته بود و گفت 4 نفر دیگر در بازداشتند و موافق اعمالشان جزا خواهند گرفت. طالب ایومبکوف میگوید بعد جلسه حکومت ولایت در همه گذرگاه‌ها و ایستگاه‌ها پستگاه شدند و تقریبا 8 نفر از افراد جنایتکاری که در جستجو قرار دارند حالا در پیگرد هستند و گفت شماره اصلی آنها به 22 نفر می رسید. بعد اقدام مقامات انتظامی تعدادی از آنها بازداشت شدند و 8 نفری دیگرش باقی مانده است که طوری هم گفتیم حالا در پیگرد می باشند. پرونده قتل سیاحان خارجی در دادگاه. انتظار می رود که هفته آینده دادگاه عالی تاجیکستان به بررسی پرونده قتل 4 سیاح خارجی آغاز نماید. پرونده قتل سیاحان هنوز در آغاز ماه اکتبر از طرف داستانی کل به دادگاه عالی رسید و تا این وقت مورد آموزش قرار داشت. حمله به جهانگردان خارجی که پرسر و صدا بود ماه ایول امسال در نویه دنغره رخ داد. بر اثر آن 4 سیاح کشته شده، 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. در کرسی عیبداری باشد 17 نفر نشستند و نزدیکانشون میگویند از دادگاه حکم عادلانه را منتظرند. هرچند گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، اما انگشت اتهامات مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی و ایران بلند گردید. مرافع گمانبران قتل سیاحان خارجی کشاده برگزار می شود یا پشت درهای بسته؟ در برنامه امروز خبری یک جا با شما صحبت خواهیم کرد. بالاخره قصر پرزیدنت رو دید. رادیو آزادی چند پیش درباره زندگی و آرزوهای پسر بچه 14 ساله نقل کرده بود که در یکی از دههای دوردست تاجیکستان به سر میبرد. این پسر بچه قصه نمود که در برابر دیگر همسالانش در این دهه تعطیلشان نه با استراحت بلکه با انجام کارهای وزنی روزگار سپری می شود. خب زادگاه او از پایتخت تاجیکستان همگی 140 کیلومتر دورتر است و این پسر بچه گفت آرزو دارد بار هم باشد قصر پرزیدنت را از نزدیک ببیند. در برنامه امروز برای شما نشان میدیم که چگونه این پسر بچه به آرزوی دیرینش رسید و تأثیراتش را چگونه بیان میکند. پدر مادران در مهاجرت، نگاهبین فرزندان به دوش بیبی ها. البته مهاجرت که از یک طرف زندگی خانواده ها را از لحاظ مالی بهتر کرده است، اما از طرف دیگر کودکان را از پدر و مادر دور نموده است. آیا چنین وضعیت به حالت روحی کودکان چه تاثیر میرساند و از سوی دیگر مگر این برای پیرانسالان سرباری نیست؟ اگر در برنامه امروز خبری ما را همراهی کنید خواهید دید که چطور یک پیرزنی که زمان 7 فرزندش را به وای رساند حالا به تنهایی 8 نبیره را نگاه بین میکند.
همچنین در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب در دوشنبه برای شما خواهیم گفت. این نمایشگاه با شرکت نوشیران خارجی و داخلی برگزار شده است. همکاران ما میگویند در نمایشگاه مذکور از 7 کشور دنیا ایجادات ادیبان معروف آنها به معرض گذاشته شد. اما به فرق از سالهای گذشته بعضی کشورها با سببهای نتوانستند در این نمایشگاه شرکت کنند. ضمن این نمایشگاه در شرایط برگزار می شود که در مرکز دوشنبه تعداد کتاب فروشی ها کمتر گشته است. اگر در خاطر داشته باشید ما چند پیش حتی درباره آن گزارش داده بودیم که چند مغازه کتاب فروشی به منظور آن که مکان آنها از طرف کدام یک صاحبکار خریده شده است ناچار بودند به جای دیگر کوچ ببندند. و آیا در این شرایط این نمایشگاه برای برآورده کردن نیازمندی های خوانندگان تاجیک کفایت میکند؟ همراه با شما به این سوال پاسخ میجوییم. و اگر فرصت دست داد یک گزارشی را هم به شما پیشنهاد خواهیم کرد. در این گزارش پزشکان تاجیک گفتند آمادند که همجنسگرایان را در کشور تبابت کنند، اما همجنسگرایان تاجیک باشد برای زندگی آسوده و بدون تبعیض به کشورهای دیگر راه میجویند. خب این چندی از مطلبی بود که من حالا در دستم داشتم، ولی این به معنای آن است که این تنها همین خبرها رو داریم، بلکه خبرهای بیشتر از این هم هست که باوری دارم شما وقتی که 3 ساعت بعد در برنامه خبری ما رو همراهی کنید حتما با خبر خواهید شد. فراموش نکنید من شما رو در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب منتظر میشوم و همین گونه در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید ما رو ببینید و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نیز دسترس است. آنجا نیز سری بزنید و خبر و گزارش‌های رادیو آزادی رو از آنجا بخوانید. من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم منتظرم.